مسئولیت‌های خود را به دوش می‌کشید. فروتنی در رفتار، صلابت در تصمیم، شجاعت در میدان و صداقت در گفتار ویژگی‌هایی بود که شخصیت او را برای بسیاری از همراهان و دوستدارانش متمایز می‌ساخت. در روزگار دشوار تکیه‌گاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید باور داشت که عزت ملت‌ها در استقلال، همبستگی و وفاداری به ارزش‌هایشان نهفته است. از همین رو همه توان خود را برای تحقق آنچه حق و وظیفه می‌دانست به کار گرفت و در این مسیر از هیچ سختی و فداکاری دریغ نکرد.